أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. سوره فرقان آیه 72، شماره آیه 72 سوره فرقان. الله سبحانه و تعالی در آیات قبلی صفات علائم عباد الرحمن را ذکر کرد که بندای نیک الله مهربان کی است. یک از او صفاتشان را ای ذکر میکنه که والذین لا یشهدون زور، آنان از عباد الرحمن بندای الله مهربان، بندای نیک الله، بندایی که سعادت نصیبشان می شود در دنیا و آخرت. یک صفتشانی است که لا یشهدون زور، یا حاضر نمی شوند بجای گناه. حاضر بالکل بجای گناه نمی شود. خود چی میکنی که شهادت گناه دروغ بدهد یا دروغ بگوید؟ بالکل بجای گناه حاضر نمی شود. مفسرین از اینجا عموم معنا را گرفته، یعنی این معنا که اینها به مجالس شرک، فسق، به مجالس بدعتها، رسومات فاسده، به مجالس ظلم، در مجالس غیبت، در مجالس ساز و سرود، در این مجالس بالکل حاضر نمی شوند. کدام که مجالس حق الله وجه تلف می شود، حق مخلوق الله تلف می شود، در این تو مجالس حاضر نمی شود بالکل. و اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی اگر کدام وقت ناگاهان برابر شود بر مجلس بیهوده، مروا کراما یا تیر می شود دمی تو بزرگانانه، شرافتمندانه، عزتمندانه تیر می شوند، هیچ دخل و مداخله نمی کنه. شرکت در مجالس زور بالکل نمی کنه. در مجالس که جنایت است، جرم است، در اون مجالس هیچ شرکت نمی کنه. این صفات عباد الرحمن است. اگر ناگاهان برابر شود به کدام مجلس لغو، به مجلس بیباکی، بیهودگی، کجا بیهودگی، بیباکی، مخالفت حکم الله، مخالفت سنت رسول الله، اوجه سر زده، بس اما تو عزتمندانه از پیش تیر می شود. باز هم به این کدام آسیب نمی رسینی، شریک نمی شود در اوجه. پس این درس شد برای انسان ها که در مجالسی که شرکت میکنه ببینه که مجلس چه قسم مجلس است. این موافق دستور الله است یا مخالف؟ در اینجا کارهایی که میشه موافق دستور الله است یا مخالف؟ وقتی که دید که مخالف است، در این تو مجالس شرکت نکنه. وقتی که دید در این مجالس مجلس ظلم است، مجلس بدعات است، مجالس مخالف سنت رسول الله کار میشوه، پس در این تو مجالس شرکت نکنه، شریک نشوه، تا ای در عباد الرحمن داخل شوه، تا در صف بندای نیک الله مهربانی داخل شود. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمود که بزرگترین گناه را من شما را خبر کنم. صحابه کرام گفت بله. گفت شرک به امرای الله است، دوم قتل نفس است یا ضایع کردن حق والدین است، سوم سخن دروغ است، قول دروغ است. پس نبی علیه السلام میره زور گفته سخن دروغ. پس در مجلس بیباکی، در مجلس بیهودگی، انسان مومن، کسی که واقعا بنده الله مهربان است، او هیچگاه شرکت نمیکنه. دیگر صفت بندای الله مهربان، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. آن کسانی از بندای الله مهربان، بندای نیکش، که وقت پند داده شود با آیات پروردگار، قرآن خوانده شود، ترجمه قرآن برشان شود، درسای قرآن باشه، یا نمفته با
حالت خود بالای ازی اینه در مقابل قرآن امیتو بی سمن اومیان کر و گنگ کر و کور نمفتم تو که کر باشد هیچ نشنوه و کور باشه هیچ نبینه. نه، مشنوه، قرآن را مشنود، احکام الله را میبینه، طبق دستور ازو عمل میکنه. مانند کفار ولی نیست که بس حق بشنوه تو کور و کر، مانند که هیچ نشنیده. این قسم نه این باشه. وقتی که با آیات الله پند داده شود درس میگیره، عبرت میگیره، متوجه میشه که کتاب الله برای راهنمایی ما آمده. این مر از خواب غفلت میخیزانه. بس کور و کر نمی باشه که نه بشنوه و نه ببینه حق را. بندای الله مهربان این میتو صفت داشته این باشه. مقابلش اون کسایی از که آیات الله خوانده میشه آیات قرآن بسی کور و کر، هیچ نه مشنوه نه میبینه. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. دیگه صفت بندای نیک الله یاد میکنه. عباد الرحمن بندای نیک الله کی است؟ آن کسانی است که میگویند که پروردگار ما ببخش برای ما از ازواج ما، زنای ما و ذریه ما، اولادا و فرزندای ما، قرة اعین، کسانی که سرکننده چشم ما را باشد، سرکننده چشم ما باشد. یعنی فرزندان زنای نیکو برای ما عطا بکن. یقینا انسان که تلاش میکنه، زحمت میکشه بر اسمی که بر اولاد خود ما چیز آماده بسازم، لیکن اولاد وقتی که طبق دستور الله روان باشه این سردی چشم برای انسان میگرده، بزرگترین مایه عزت و شرف میگرده. و اگر اولاد نااهل باشه، بیباک باشه، بیدین باشه، مخالف حکم الله سنت رسول الله باشه، ایجا درد سر برای انسان میگرده. انسان غمگین میشه در این صورت. بزرگترین چیزی که است در این عالم دنیا اولاد صالح است. و بعد از مرگم یک از اون چیزایی که زیاد به نفع انسان میرسه، نفع به انسان میرسه توسط اولاد صالح است. اولادی که در دنیا چشم انسان به او سرد می شود، امی تو اولاد است. انسان در عالم دنیا از این آیت مفسرین حکم استنباط کرده که وقت اولاد خود را می بینه که مطابق حکم الله و سنت رسول الله روان است، این خوش می شود، بسیار خوش می شود، سبب خوشیش می شود. وقتی اگه اولاد خود می بینه که مخالف حکم الله و سنت رسول الله روان است، عملش نادرست، ناشایسته، حتی نماز نمیخوانه، این رو چی میکنه که به جماعت بیایه؟ نماز نمیخوانه. این سبب غم اندوه انسان میشوه. خواست کدام انسانایی؟ از انسانایی که ایمان کامل داشته باشه، او خودش واقعا عباد الرحمن باشه، خودش بندای نیک الله مهربان باشه، این با واسطه دیدن اولاد بد غمگین می شود و با دیدن اولاد نیک خوش می شود. پس کسانی که اولاد و اهل بیتش خلاف ورزی از دستور قرآن میکنه و هیچ باک نمیکنه، معلوم که ایمان ازی کامل نیست، یا هیچ ایمان نداره و ایمانش نیست کامل. بس هیچ پروای زیره نداره، اگه بچه نماز خوان نخوان، موی خود هر قسم جور کرد، هر قسم لباس پوشید، امرای هر کسی گشت، هر قسم اینترنت و هر چیزی را که استعمال کرد، هیچ ایده گوش فیل خواب است، هیچ چیزم نمیگوید، بلکه یک وقت میرسه که گفته نمیتانه.
هیچ گفته نمیتونه. قرار آرام زندگی تا بکو، چیز نگوی، گفته هیچ نمیتونه. این انسان بسیار سست عنصر است، ایمان ازی بسیار ضعیف است که هیچ باک نمیکنه به که چی میکنه اولاد من، ایده کدام راه روان است. امروز خود جامعه بعض قسم شده که اولادش بیباک باشه، حرامخور باشه، دزد باشه، ایره بسیار خوش داره که از یک طرف برق دوزی کنه و از دیگر طرف مردم فریب بده و از دیگر طرف پول رشوت بگیره و بس برسی غذای خوب بیاره، خوب چیزا را برسی بیاره، بس اینمی اولاد خوش داره. این سبب بدبختی انسان میگرده. این قسم پدر که است، این گرگ است، این پدر نیست که اولاد همه قسم تربیه میکنه که بر هر چیزی که میاری بیار، اگر از حرام میاری، از هر چی میاری، مقصد پول بیار برام. هر کاری که میکنه هیچ باک نیست. این پدر نیست، هیچ شفقت نداره، هیچ کرامتی نداره. پس واقعا پدرای نیک الله او را معرفی میکنه که این قسمی باشه که به سرفرازی اولادای خود که مطابق دستور الله زندگی میکنه و سرفراز میشه و ای خوش میباشه و به مخالفتشان از حکم الله ای خفه میشه و غمگین میباشه. زندگی آن وقت خوش میشه برای انسان که اولاد نیک باشه، اولادی که سبب سردی چشم انسان شود. لحاظا الله صفت ازی کسا را کرد که آن کسان بندای نیک الله مهربان است که دعا میکنند که الله برای ما ببخش، نصیب کو برای ما زنهای نیکو و ذریای ما را قرة العیون بگردان، سردی چشم برای ما بگردان. تنها نجات خود نمیخواید، دعا میکنه که وجعلنا للمتقین اماما، ای الله ما را برای متقیا پیشوا بگردان. یعنی چی مانا؟ چهار طرف مرا متقی بگردان، پریزگار بگردان، اولاد مرا، برادرای مرا، کسانی که متعلقین مذهب ما تعلق داره، یا الله تو اینا را متقی بگردان، مرا پیشوای جا بگردان که در اجر و پاداش بگیرم. پس این دعا را میکنه همیشه. تنها نجات خود نمیخواه، ایتو نمیکنه که تنها خودش تسبیح را گرفته و در مسجد میره، دیگه اولادش هیچ نماز صبح نمیخونه، هیچ در قصهشم نیست، هیچ باکش نمیکنه. چی گپ است؟ هیچ گپ هم نیست. نه، بندای نیک الله مهربان امی تو دعا میکنه که یا الله چهار طرف مرا، ما حول مرا، اقربای مرا، اولادای مرا، فامیل مرا، اینا را متقی بگردان و مرا امام و پیشوای از جا بگردان که ما رهنمای از اینا شوم. این دعا را میکنه از الله و الله می تو معامله امراش میکنه. کسانی که در دین الله همت بکنه، غیرت داشته باشه، توجهش همی طرف باشه، الله بسیار غیرتی ذات است. الله اولادای نیک، فرزندای نیک، فرزندای صالح، متدین، با دیانت برزی میدهد. کسانی که بیباک زندگی میکنه، هیچ در قصه حرام و حلال نیست، پروای زیره نداره که بچه نماز خوان نخوان، زن خوان نخوان، دختر ستر ایجاب کرد نکرد، چه قسم کرد، هیچ باک به این نداره. زندگی از اونا پر تکلیف می باشه، پر زحمت می باشه، زندگی دنیاییشان هم تلخ می شوه. امی اولادشم در مقابلش می خیزه، باز در دانش می زنه. این جرأت هیچ کار را ندارد. پدر ای اولاد است، ای اولاد وارث، امی تو با زندگی می کنه. پس انسان فکر خود بگیره که اولاد، زن در ماحول خود طبق دستور الله زندگی بکنه، اینا را برای دین سوق بده. خوش شو به یکی ها نماز میخونه، عبادت الله را میکنه، خفه شو به یکی اینا سرکشی میکند، بیباکی میکند، تند شو در این مورد، تهدید بکنشان، زجر بتشان. ما را نگفته، شریعت مکلف نکرده که شما ودری بو بزنین ابناکم علی صلات و هم ابنا 10 سنین، در 7 سالگی اولادایتان نماز نشان بتین. پیغمبر علیه السلام میفرماید خود در 10 سالگی اگر نمیخوان به ترک نماز بزنیش. آیا زدیمش به ترک نماز؟ هیچ نمیگیش، بهان میگه که خو کنه، آرام شوا کوتا زلس ماندست خو کنه، نمیخیزانیش به نماز بالکل.
این بچه دیگه باز گرگ میگرده، گرگ دیگه روز باز قصه تو نیست. نه، باید مکلفیت داری. تو در مقابل اولادای خود، فامیل خود مکلفیت داری. از بیداریشو چی میکنی؟ حتی از خوابشان مسئول هستی. چرا؟ در همین حدیث رسول علیه السلام فرموده که وفریقوا بینهم فی المضاجع، بسترشان را جدا کنین یکی از دیگه در وقتی که 10 ساله شد. اینه که بستر بچه را از دختر جدا کن، بچه را از بچه، دختر را از دخترها، بچه و دختر بسترهایشان جدا کنین، جدا استراحت بکنه. ولو که تو مطمئن هستی که یا هیچ خواب کدام حرکت ازشان پیدا نمیشی، حکم شریعت است. پس وقتی که تو از خواب از یا مسئول هستی، از بیداریش خب به طریق اولا مسئول هستی، اما این مسئولیت تا که بجا نکردی، این اولادا درد سر برای تو میگرده، این ماحول تو درد سر برای تو میگرده. انسان دین الله را وقت پیش برده خوب میتونه که ماحولشم جور باشه. اگر تو هر قدر عبادت الله را کنی، هر قدر متبع سنت باشی، حکم ماحول جور نباشه، برای تو رنج می باشه، تکلیف می باشه، در رنج و تکلیف می باشی. انسان وقتی کامیاب سعادتمند می شود که ماحولشم جور باشه کندازه. لہذا الله از بندای نیک خود حالتشان حکایت میکنه که بندای نیک من اینی تو کسا از که اولاد صالح میخواه و ماحول خود درست میخواه، که ماحول من درست باشه، نیک باشه، اشخاص متقی باشه، پرهیزگار باشه، از الله بترسن، ترس الله در قلبشان باشه. پس حرکتم بکار است. انبیاء علیهم السلام، ابراهیم علیه السلام وقتی که امام الانبیاء است، وقتی که از دنیا میره ما ببینیم چی دعا میکرد. اون در پاره اول دعایش نقل کرده که فقط به صلاح اولاد خود، تعهد از اولاد خود در وقت مرگ میگیرد. یعقوب علیه السلام، ابراهیم علیه السلام در وقتی که نزدیک به مرگ شد، بچهای خودشان گفت بچهای ما کی عبادت میکنین بعد از ما؟ چه قسم عبادت میکنین؟ تعهد از بچهای خود گرفت. امروز ما از سیاسرهای خود، از اولادای خبر نیستیم که اگر در قبر رفت و اگر پیرپرست شد و اگر قبر پرست شد و اگر هر کاری را کرد، هیچ در قصهشم نیستیم. باید ما متوجه از اینا شویم، متوجه درس توحید برایش بتیم، یارم مزین بقیده توحید بسازیم، با قرآن آشنا بسازیمشان، با قرآن بنشانیمشان، قرآن را سرشان بشنوانیم که تا به الله نزدیک شون. اینا ترس الله در قلبایشان پیدا شود. پس ماحول که جور شد، تو هم جور هستی. تو که وفاتم کنی، باز این ماحول تو که کدام کارای نیک میکنه، در اجر و ثوابش تو شریک هستی، برای تو رسیده می رود. در حدیث شریف می آید که انسان در قبر که مانده می شود، روز با روز می بینه که درجات ازی بالا رفته می رود. این سوال میکنه که یا الله، اعمال ما خود قطع شده، ما عمل صالح نمیتونم، روز با روز درجات ما از کدام طرف بالا می رود؟ برش گفته می شود که توسط اولاد صالح، ذریه صالح، 4 طرف خدا که صالح ساخته بودی، اونا کدام اعمال نیکی که میکنه، اجر و ثوابش برای تو رسیده میروه. خوی چقدر مقام عالی است که تو در قبر باشی و اولادای تو اونجا برای سردی چشم باشه، هر روز سرش خوش شوی که یا اعمال نیک میکنه، تلاوت قرآن میکنه، نماز میخونه، تعلیم قرآن میکنه و برای تو نفعش رسیده بره. و صحیح حدیث رسول علیه السلام است. ببین خب بالمقابلش اگر ای اولادا را تعقیب نکردی، امی تو سر به خود اعلا کردیش، تو در زیر خاک خارفتی، هر لحظه ملائک تو را نیزه خوازده رفت، تو را دکه خدا که میبینی ذریه فاسدته، مال حرام و حلال جمع کردی بر از او در عیش و نوش خود خواد بودک، بس در معیش و نوش خود خواد بود، در دیدن سیریال ها و مصرف کردن پول ها و خوردن شراب ها و زنک بازی و در این چیزا خواب خود تو در قبر هر روز تهدید شده میری سرش که چی ذریه فاسده ماندی، ای چی قدوای بدبخت بودی تو چی پیشوای بدبخت بودی تو چی کردی؟ اما زمینم که خریدی اورم در یک شو در هتل عروسی خوازد، یک دم در قمار خوازدش، او را در زنک بازی خوازد،
پس ای تو زوریه اولاد که از تو بانه باز و اونجا چیز از دستتم نشوه. هیچ هرچی که دست به دست بزنی دستای تا بگذی که چی بد کردم من، رشوت خوردم، حرام خوردم، آوردم برای اینی تو اولاد. این تمام روز از طرف از این مصیبت به ما رسیده می رود. چرا انسان که سبب گناه دیگرها شوه، تا وقتی که گناه پیش می رود در جرمشی شریک است. مثل پیشتر که گفتیم که سبب اعمال نیک انسان شوه که ولو که وفات میکنه، اونا که اعمال نیک میکنه ای در اجر شریک است. همچنان که سبب جنایت انسانهای دیگر شوه، یک تادا و خراب ماندد، پس تا وقت رکور کسی پیش میبره ای در جنایت جرم شریک است. باید ما متوجه شویم. به این آیت قرآن کریم الله ما را متوجه میکنه که کدام قسم اولاد به درد میخوره، کدام قسم زوریه، کدام قسم ماحول، کدام قسم مفید است. پس زوریه صالح که قرة عیون باشه، سردی چشم برای تو باشه، متقی ماحول، پرهیزگار، این قسم به درد میخوره. این قسم زندگی لذت بخش است. حال در اخیر پاداشان ذکر میکنه صفات الله، صفات عباد رحمان را بندای نیک خود الله ذکر کرد. حال پاداشش کوتاه ذکر میکنه. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا. ای کسا که دارای اینمی صفات است و یا جزا پاداش داده میشه. غرفتن قصرها برشان داده میشه در جنت، مقام و منزلت برشان در جنت ها داده میشه. بما صبروا، به سبب آن چیزی که یا صبر کردن. این تمام صفات عباد الرحمن که بود ای بی صبر نمیشه. آل مجلس فسق و فجور است، تو شریک نشده رو ای صبر میخواه. ماحول خود جور کردن ای صبر میخواه. اولادا را به نماز و به دین سوق دادن ای صبر میخواه. فامیل برابر کردن با حکم الله ای صبر میخواه. پس کدام صفات بندای نیک الله مهربان که پیش تیر شده هر کدامش صبر میخواه، بی صبر نمیشه. و لحاظا اینجا مون نکته را ذکر کرد که یا پاداش داده میشه بما صبروا، به سبب آن چیزی که یا صبر کردن. و یلقون فیها تحیة و سلاما. اینا ملاقی می شود در جنت ها به تحیه، به دعای خیر و به سلامتی. تحیه از جانب الله می باشه، سلامتی از جانب الله و سلام از طرف ملائکه کرام. ملائکه جماعت می سرزی سلام می گوید، طلب رحمت از الله برشان می کنه. چقدر مقامی عالی است که الله صفت انسان بکنه. ملائکه کرام بالای جا سلام بگوید. خو یک دو روز میمانی واره خواب بود. خالدین فیها، الله میگه همیش در این نعمت ها می باشن، در این جنت ها همیش می باشه. حسنت مستقرا و مقاما، بسیار نیک جای است جنت ها از حیث قرارگاه و از حیث بود باش. الله صفتش میکنه که بسیار نیک است. بسیار دوزخ اونجا پیش گفت که بد جای است، بد مستقر است، بسیار بد جای است دوزخ. جنت در حقش گفت که بسیار نیک جای است، بسیار نیک آرامگاه است، نیک مقام است که برای جنتیان نصیب می شود. در اخیر سوره را اختتام تا به یک آیت کریمه که کفار تهدید میکنه. قل بگو ما یبعو بکم، بگو برشان که قدر نمیدهد شما را، باک نمیکنه الله به شما. ربی پروردگار ما لولا دعاکم، اگر نمی بود طلب شما که شما را طلب کرده به طرف عبادت خود، بس الله پروای شما را نداره، هیچ باک نمیکنه به شما که شما هرچی میشین هیچ در پادشاهی الله، در نظام الله هیچ کمی نمیه، هیچ خلل نمیه، هرچی که میشوین شما. خب لیکن مسخنی است که الله شما را به طرف رشد و سعادت طلب کرده. شما چی کردین در مقابل؟ فقط کذبتم، شما دروغ شمردین. ایره که دروغه. جنت از کجا شد؟ دوزخ از کجا شد؟ پل صراط کجا است؟ بس گیاوره پیدا شده میریم. کفار همی تو میگفتن اینی شما دروغ شمردین ایره. فسوف یکون لزاما، پس زود است که جزا عذاب بالای شما لازمی باشد. عذاب الله را میبینی، عذاب امرایتان لازمی است. این تو نیست که جدا شود.
در دنیا ولی 2 روز در رنج و مگس دیگر روز راحت می باشه. نه این عذاب دوزخ دائمی است، همیشه است، هیچ جدایی از شما نداره. پس همیشه است این عذاب الله برتان. این سخت حالت است که در روز قیامت انسان روبرو به این شود که دعوت دیره که الله برش داده بود توسط انبیاء علیهم السلام، توسط دعوتگرای حق قرآن برش روان کرده و ایره نادیده گرفته، هیچ پرواز ایره نکرده، بلکه ایره تکذیب کرده که دروغ است، این گپاره که میزنن این حقیقت نداری، دروغ است، بلکه یک مسخره خدا میکنه، میگه کی از آخرت سرشکسته آمده. پس زود است که ملاقی شوین به عذاب الله، عذاب الله بالای شما می آید. ما باید در زندگی خود متوجه شویم که چه قسم زندگی بکنیم که در دنیا هم سعادتمند باشی، در آخرت هم سعادتمند باشی، پیش الله قدرمند عزتمند باشی. زندگی تو یک زندگی خوش بگرده. او وقت می شود که مسئولیت های خود انسان درک کنه، متوجه به ماحول خود شوه، در خواب غفلت نباشه. ماحول خود را، اولاد و زن و اولادا و فامیل اینا رو خود همه تو ترک نکنه که برو هر کس کار چی میکنه، هیچ من مسئولیت ندارم، من خودم عبادت الله را میکنم. نه باید با ماحول خود انسان متوجه شوه. این زندگی بسیار زندگی خوش می باشه. باز در عالم دنیا همه اولادی زوریه سردی چشم انسان می شود و در آخرت هم این سرفراز کامیاب می باشه. و بالعکسش اگر انسان به این مسئولیت های خود متوجه نشود، بی‌باکانه زندگی کنه، با عذابای گوناگون روبرو می شود.